80 افغانی باز مشکلات خانی تان حل این میکنه. پوره کده نمیتونی مالی 65 رو 70 رو 1 کیلو گاز است که سنتان چند است؟ 45 46 45. ولی کلان ریش سفید شدین. او تشویش غم روزگار حالا نمیمونه این موچیگری گاهی کار میشه گاهی نمیشه مثل روز میشه که میریم خانه که 4 سالان خشک میریم کشت کاخ هوس هیچ چیز نیست قطق درک نداره روغن نیست آرد نیست علبرین نیست این همی کلش تشویشه. ما به شما یک تحفه دارم، تحفه زمستانی است، میشه که از این استفاده کنین. بخیر. 5000 یک چیز حل میشه مشکل تا انشالله. سلام علیکم، خوب هستین؟ سلام خوب هستی جان زنده باشی. چطور است وضعیت کاربار؟ والا شکر خداوند دیگه نیست دیگه تو کاربار سابق خوری که کار یعنی و در یک روز چند کار میکنی؟ در روز 80 100 باز چند نفر هستین در فامیل؟ 6 نفر 6 نفر؟ بله تنها خودت کار میکنی؟ تنها خودم کار میکنم دیگه اولادکایت خورده است؟ خورد هستم 80 افغانی باز مشکلات خانی تان حل این میکنه. پوره کده نمیتونی مالی 65 رو 70 رو 1 کیلو گاز است که پوره کده نمی بسیار مشکل است که خب داریم برقا قطع است که از بیکاری و بیپیسگی کار خانه هم از خود تان است؟ نه خانه از خودمان نیست یادتان است دیشب چی خوردین؟ جینشا راست چیزی دیگه خانه غریبانه قرمه کچالو خرمه کچالو. و سنتان چند است؟ 45 46 45. ولی کلان ریش سفید شدین. او تشویش غم روزگار حالا نمیمونه این موچیگری گاهی کار میشه گاهی نمیشه مثل تو وقت ها شده که تو خوش 45 یعنی با وجود که عمرش 45 است دوستان عزیز، احساس میشه که به اندازه 60 70 هستین. دلتان نمیخوایم پرتم؟ والا نه دیگه حالا چیزی که غم از دیگه چی از زندگی چی آموختین؟ زندگی هیچ یعنی همی کسب موچیگری را یعنی همین زندگی خودش بر چی درس داده؟ و این همین درد بیچارگی و درد ناداری و این همین نیستی و ناداری تو روز میشه که میریم خانه که 4 سالان خشک میریم کشت کاخ هوس هیچ چیز نیست قطق درک نداره روغن نیست آرد نیست علبرین نیست این همی کلش تشویشه. بله الله متعال مشکلات ان شاء حل کنه. ما به شما یک تحفه دارم، تحفه زمستانی است، میشه که از این استفاده کنین. بخیر حساب کنین. 5000 یک چیز حل میشه مشکل تا انشالله. خیر بینین. تشکر از شما، ممنون.